бинандаҳои азиз салом. мавсими якмоҳаи озмуни дарёфти ҳаққи муҳоҷират ба Амрико ки ҳамчун лотареяи грин корт маъруф аст, рӯзҳои наздик шурӯъ мешавад. ин корте аст ки роҳи баррандаашро барои кору зиндагӣ дар Амрико ҳамвор мекунад. имрӯз меҳмони радиои озодӣ ҳастанд Тодд Ҳюз, консули Амрико дар Тоҷикистон. хуш омадед ва суҳбати мо ҳам атрофи корти сабз ё грин карт сурат мегирад ва нахуст бигӯед ки грин корт чӣ аст ва тағйироте ки имсол иттифоқ афтод аз чиҳо иборат аст. تشکری زیاد. گرین کارت یک برنامه عادی است و آن به شهروندان کشورهای دیگر امکان می‌دهد توسط آن برای مهاجرت به آمریکا روند و در آنجا کار و فعالیت کنند. برای آنکه در این برنامه شرکت کنید، دو شرط را اجرا کنید. یکم اینکه شما شهروند کشوری موافق باشید، یعنی تاجیکستان با این موافقت می‌کند. دوم باید داوطلب مکتب میانه را ختم کرده 2 سال تجربه کاری داشته باشد. Then they apply at dvprogram.state.gov and if they're selected, they move along in the process. در شبکه‌های اجتماعی گفته میشد که یکی از تغییراتی که امسال در سپردن همین گرین کارت است، این بکار شدن шиносномаи хориҷӣ است. آیا این تا کجا واقعیت دارد؟ So I would say the biggest change for the diversity visa program in Tajikistan this year الکی آنهایی که گرین کارت برد کردند می توانند صحبت را در دوشنبه گذارند و به الماتو نروند. این بسیار مهم است. درست است امسال داشتن شناسنامه بین‌المللی برای داوطلبان شرط نیست. همچنین داوطلبان باید 3 مشورت را در یاد داشته باشند. یکم این که وقت شما عریضه را پر میکنید، در آخر به شما رقم تصدیق دیوی را پیشنهاد میکنند. آن را باید تا زمان اعلان نتیجه ها با خود نگه دارید. دوم، عکس یا صورتی که شما پیشنهاد میکنید نباید از 6 ماه پیش گرفته شده باشد. سوم این است که هنگام پر کردن عریضه شما باید حجت‌های تصدیق کننده شخصیت، شهادتنامه و شناسنامه تولد را با خود داشته باشید. وقتی که به شما سوال می‌آید که شما در کجا تولد شدید، شما باید اشتباه نکنید. چند روز پیشتر کاخی سفید گفته بود که آنهایی که نخواستند در جنگ روسیه علیه اوکراین اشتراک کنند و از روسیه فرار کردند می توانند که برای گرفتن حق زیست در آمریکا عریضه دهند. گفته شد که هر قضیه جداگانه بررسی می شود. این را شرح می دادید که چگونه صورت می گیرد، یعنی که هر شخص از داخل آمریکا ایستاده عریضه می دهد یا می تواند از وطنش توسط کارت سبز چنین درخواست کند. داوطلبان برنامه گرین کارت از هر کشور می توانند مراجعت کنند. سفارت آمریکا در دوشنبه درخواست‌های پناهندگی را بررسی نمی کند. من خرسندم و هیجان آور است که ما از 4 اکتبر با بررسی روابط مهاجرت در دوشنبه شروع میکنیم و مصاحبه با آنهایی که گرین کارت برد کردند اینجا میگذرد. تا کجا چنین مراجعت کننده ها از حساب شهروندان تاجیکستان و عموما شهروندان کشورهای آسیای مرکزی زیاد است؟ This is our first year processing immigrant visas in Dushanbe. این سال یکم است که ما با بررسی روابط ها شروع میکنیم. این را می شود در دوام سال معین کنیم. چگونه می شود که از یک کشور زیاد برد میکنند و از کشور دیگر نیست؟ می شود در این باره کمتر بگویید؟ مثلا یک کشور داوطلبانش زیادتر برد میکنند ولی داوطلبان کشور دیگر کمتر. در این برنامه تمام داوطلبان شرط یگانه را اجرا می کنند. اینجا هیچ چیزی پنهانی وجود ندارد و این تنها یک لاتاریه می باشد. تا کجا سالهای اخیر عریضه دهنده ها از تاجیکستان زیاد شدند یا کم؟ یعنی آمار اگر باشد در 30 سال استقلال تاجیکستان و همینطور آنهایی که صاحب کارت شدند چقدر هستند؟ شمار شهروندان آمریکا از حساب تاجیکان تا کجا زیاد شده است؟ متاسفانه آماری دقیق نیست، اما من می‌دانم که در آمریکا سازمان‌های تاجیکان زیاد هستند. یگانه برده که حالا برای شهروندان تاجیکستان هست این که دیگر نیاز نیست بلیط خریده به الماتو روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند.
اکنون همه‌اش را می‌توانند در سفارت آمریکا در دوشنبه انجام دهند. And I think that's a big win for Tajikistan and for the relationship between the United States and Tajikistan. در پیشروی پر کردن همین گرین کارت هستیم و سازمان ها بعضی همون گروه های علاهیده هستند که همین گرین کارت پر میکنند. در عوض مبلغ و یا نمیدونم توسط شناسا آیا معلوم است که کدام از آنها راستکارند و مردم باید باور کنند و آیا میشود گفت که در این میان آنهایی که فریب میکنند باشند؟ So there is no fee for entering the diversity visa program. داوطلبان وقتی که معلومات‌های خود را وارد دیوی می‌کنند این رایگان است. شاید برخی سازمان‌ها برای این کمک می‌کنند، ولی من مشورت می‌دهم که خود داوطلب آن را شخصاً پر کند. اگر چیزی را نفهمید پرسد. بهتر است که شما رقم دیوی را در نزد خودتان نگه دارید. آنجا پاچه الکترونی شما ثبت می شود. وقتی فرصتش می رسد شما می توانید آن را فهمید. Entrants should also make sure they use their own email address and not somebody else's email address. مثل تاجیکستان، کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای رو به رشد چقدر کواتا داشته می توانند هر سال؟ این می تواند سالانه بیشتر شود یا کمتر شود؟ I am not aware of any quotas or limitations for an individual country. من معلوماتی ندارم درباره هر دولت، اما من از آن شاد هستم که ما می توانیم این ویزاها را اکنون در دوشنبه آماده کنیم. حکومت آمریکا هر سال برای شهروندان تمام جهان 55,000 جای جدا می کند. در این میان با کسی کفالت دادن نشده است که او صاحب گرین کارت می شود. این یک لتره است. Does not guarantee that someone will be offered an appointment or that they will receive a visa. تشکر زیاد برای صحبت. خوش آمدید به رادیو آزادی. بینندگان عزیز، صحبت داشتیم با تودد ҳюз، کنسولی آمریکا در تاجیکستان در اطراف گرین کارت یا کارت سبز. تشکر.